یه تیکه کوچیکه. یه دقیقه صبر کنین. اگه من یه روزی مردم تو این فیلم ها بگین یه سالی محمد نورزی اومد اینجا برامون شام 40 خوند رفت. گفت از خیمه زینب تا اونجایی که عباس ایستاده بود 13 تا قدم بیشتر نبود. یه وقت دیدم این آجودانا رو دیدی؟ پشت سر این شخصیت ها شمشیره رو دست میاره نگه میدارم اینجور قدم میزنه میره پشت سره. میگه دیدم شمشیرشو بیرون آورد پشت سر زینب بنا کرد راه رفتن. 12 قدمه به در خیمه که رسید بیبی برگشت گفت عباس کجا میای؟ برگرد. میرم. گفت صحراست تاریکه ناموسم میخوام به خیمه برسانم. یه وقتی در زینب بغلش کرد عباس فردا شب کجای؟ امشب منو میای برسونی به خیمه بگو فردا شب من با این بچه ها چه کنم؟